چلو ششمین سالوگرا دامزراندنا پارتیا کارگران کردستان پککه لمیمار آزادیه لرهبران یکو بیا بنگهک جبو آبابونای پارتیه و با آبابونای پارتیه را به هزاران گل جبندازبون بر به آزادیه جتنابون بر به هابون وبری لرهبر آپو و لگری لان سر جلو چیان یکو لهمبری یعنی کو لهریم پراستان مدیا لهمبری همو شرط و مجن زحمت لبر خودن و بر به سرکفتن ودشن پیروز دیکن جخواکت زانین اول نزی 46 مهانه تهجیج که گرانکیل سرکاتی ماته مشاندن اف تهجیج که یا روی راشد دلات ترکا قرکره دلات ترکا فاشیست و قرکر یا کو بسالانه به فاشیزمه به روراشیه و به اخلاقیه خواسترگان دیگره و بر به تنابونه ودچه ادی نزانه و چه وینا گله کرد بشکنه یا کو فکر سرکاتی درسه یا کو ادی نزانه و چه پیشی فکر سرکاتی بگیره و جوری تهجیج لسه سرکاتی ماته پیکانین و مناسبته اول نزی سال کنی و لواریا پنابران آشهت و سنجودی مخموره چالاکی به هم پاته گرن تکوشنک به هم پاته گرن و برخوادرک به هم پاته گرن نه تنها لواریا پنابران آن مخموره لهر چه پارچه کردستانی لتواهی جهانه حتی لولات درون اروپا جی چالاکین ته گرن حتی کو چالاکی ما به انجام نبه ام در چالاکی ها برنادن جهاتش تا کو سرکاتی جمع دخوازه ج گل کرد خوازه با طیبه جوانان و ج گل مخمور دخوازه اوه تکوشین برخوادان و سرکفتنه حتی کو سرکاتی ما آزاد نبه حتی کو اف تهجیدا گرانگیری اف تهجیدا گرانگیر دولت دا ترک داری کرد سرکاتی با دمشینه نراکه حتی کو باکی فیزیکی آزاد نبه ام داج به تکوشین خواه برنادن ام داج شارکی خواه برنادن و مناسبته از بان تواهی جوان کرد گل کرد با طیبه جن کرد دیگم کوتش تا کو سرکای جمع دخوازه ارکو برپرسیاتی کو که واسه من ما دیگرن ام پیک بینن حتی کو هم هن عمل برخوادن حتی کو سرکاتی ما آزاد نبین برخوا بدن و مناسبته جی ام جو قربان و تو همین چالاکی سرکته دخوازن ام بجن بجی سرکافو بجی سرکاو بجی سرکافو